ختم کلام به یک کلمه که برای همیشه هر غیرتمندی بسوزد. هر کس هم غیرت نداره بره پی کارش. امام ششم فرمود احدکم که هر یک از شما بی استثناء، عالم، عامی، وضیع، شریف، 2 تا شاهد داشته باشه به حقش میرسه. فرمود امیرالمؤمنین 12,000 شاهد داشت، حقش پایمال شد. بر همچه غریبی، بر همچه مظلومی وظیفه اهل علم و حکمت چیه؟ هر قدرتی که دارید صرف کنید، حق علی را احقاق کنید، دفع شبهات کنید، مبانی این مذهب محکمه، باید به مردم برسانید. رحم الله من احیا امرنا، نصیب فرد شما بشه.